امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه شهری توس از باغ فرهنگی فراغتی توس که تعمیر نوسازی گردیده است بازدید به عمل آورده به فعالیت این آغاز بخشیدند. مجسمه توس و دو شیری در پهلوش بوده را که رمز قدرت و جسارت میباشد هیکل‌تراشان با مهارت از سنگ‌های آرایشی کشور ساختند. سفری کاری در ناحیه شهر توس اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از باغ فرهنگی فراغتی توس که تعمیر و از نوسازی گردیده است بازدید به عمل آورده و فعالیت آن رسما آغاز بخشیدند. باغ فرهنگی فراغتی توس با مساحت 317 هکتار در دایره نقشه‌چورابینی ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر توس بنیاد گردیده است. لازم به تاکید است که اقدام نوسازی این باغ فرهنگی فراغتی در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شده نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت می باشد. این باغ یک گوشه نوآبادی ناحیه شهر توس بود و در زمینه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به یک موضع زیبا و نظرربا تبدیل یافت. در آن برای استراحت و سیر و گشت ساکنان و مهمانان ناحیه شهر توس شرایط خوب و مناسب فراهم آورده شده است. در مرکز باغ مذکور مجسمه قهرمان هم‌مساوی توس که در شاهنامه شاعر بزرگ تاجیک ابوالقاسم فردوسی یادآور می شود گذاشته شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرده از بالای مجسمه پهلوان باستانی برداشته ساکنان ناحیه را با مورد استفاده قرار گرفتن آن تبریک و مبارکباد گفتند. مجسمه توس و دو شیر در پهلویش بوده را که رمز قدرت و جسارت می باشد هیکل‌تراشان با مهارت و توانا از سنگ‌های قیمت‌بها ساختند. در سراسر جمهوری کارهای آبادانی و بنیادکاری با سرعت ادامه دارد. حالا در ناحیه شهرسوز باستانی هم این کارها با سرعت زیاد ادامه دارند و یکی از نمونه چنین خوب این کارها اون است که در مرکز ناحیه باغ فرهنگی استراحتی توس از سر نو تجدید نوسازی شده و نام توس پهلوان نامگذاری کرده شده است. توس پهلوان یکی از قهرمان‌های مثبت شاهنامه فردوسی به زوال فردوسی میباشد و حتی نام این پهلوان در یشت‌های اوستا هم با نام توسه نامبر شده است ذکر شده است. توس پهلوان در عهد چندین پادشاهان گذشته ایرانی همچون سرلشکر کار و پیکار زیاد برای آبادی و آزادی وطن کرده است و ما مردم ناحیه شهر توس از آن افتخار سر افرازی میکنیم که امروز در مرکز ناحیه مجسمه توس آمد افراخته است و این مجسمه برای جوانان ما برای نسل امروزه همچون نشان قهرمانی همچون نشان پهلوانی همچون نشان دوست داشتن وطن محبت وطن خدمت خواهد کرد و وقتی که جوانان از این پهلوان ملت خود گذشته خود با خبر میشوند آنها برای وطن خود چندان کوشش میکنند. در دایره لایحه تجدید و از نوسازی باغ فرهنگی فراغتی توس ناحیه شهر توس دروازه آن با نوشتجات‌ها از نو کرده شد. همچنین قهوه‌خانه کهنه آن که افسانه نام دارد تعمیر گردیده باز یک قهوه‌خانه دیگر با نام نوروز بنیاد شد. هر دو قهوه‌خانه در یک وقت میتوانند به بیش از 80 نفر خدمت رسانند. طبق لایحه در این باغ یک آشخانه به طور زمانوی ساخته شده برای زیاده از 50 نفر و چایخانه نیز ساخته شده است. در باغ دو فواره ساخته شده است که کلانترین آن 22 متر درازی و 4.5 متر پهنایی دارد. درازی فواره دوم 3 متر بوده پهنایی‌اش نیز به 3 متر میرسد. در باغ فرهنگی فراغتی توس ناحیه شهر توس چراغ‌های زمانوی و گوناگون شکل نصب کرده شده است. شبانه این باغ مکانی افسانوی را میماند و به حسن ناحیه زیبایی دیگر ضم میکند. آمفی‌تئاتر باغ مذکور نیز از تعمیر برآورده شده برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی مکانی موافق و مناسب گردید. قبلا آمفی‌تئاتر 150 جای نشست داشت. بعد از تعمیر و نوسازی شماره جای‌های نشست در آن به 400 رسید. همچنین در آن 2 حجره برای هنرمندان موجود میباشد. در گوشه دیگری آمفی‌تئاتر برای پیشنهاد برنامه‌های هنری با 400 جای نشست ساخته شده است. ما جوانان با قامت افراختن هیکل توس نوزر در باغ فرهنگی ناحیه خود از طریق تمدن گذشتگان خود آگاهی پیدا نموده در جهان شهرتیار گردیده. این مکان به مکان سیر و گشت و دیدنبان ساکنان ناحیه و مهمانان گردیده است.
شکر از آن میگوییم که در چنین وطن آباد و آسوده عمر به سر میبریم. در قسمت دیگری باغ بینای معموری مؤسسه بنیاد شده است که آن دارای 4 اتاق کاری میباشد. در مجموع بعد از تعمیر و از نوسازی باغ فرهنگی فروغاتی توس ناحیه شهر توس بیش از 50 نفر با جای کاری دائمی تامین شدند. برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان ناحیه شهر توس در باغ فرهنگی فروغاتی اتراکسیون های گوناگون نصب گردیدند با مقصد جلب جوانان نورسان به طرز حیاتی سالم و عمومی گردانی ورزش. در باغ تعمیر و از نوسازی شده توس میدانچه برای بازی فوتبال خرد، والیبال، تنیس روی میز، حوض شناوری، تالار آب و تاب بدن، تیر و تالار سقابازی نیز ساخته شده است. در میدانچه ورزشی باغ امکان خوبی برگزار نمودن مسابقه های گوناگون ورزشی وجود دارد. در دایره کارهای آبادانی و زیباگردانی در باغ بیش از 1000 بیخ نهال درختان سایه افکن و آرایشی و زیاده از 10,000 گلهای رنگارنگ شنانیده شده است. اینچنین پیکره جانوران گوناگون از قبیل شتر، بز کوهی، خرس، طاووس، عقاب، کبک و خرگوش و امثال این وصل کرده شده است که حسن باغ را باز هم زیباتر می‌گردانند.